مادر جان، شما در کجایید مادر؟ شما را از کجا یابم مادر؟ این صدا را شما میشناسید؟ این صدای همان جوان است که به قدر مادر نرسیده بود. قصه وی چنین بود: مادر از یک چشمش عاجز بود و تنها یک پسر داشت، یک پسر. شوهرش بر محل وفات کرده بود. برای تامین روزگار این زن در آشخانه مکتب کار میکرد و هر باره برای دیدن پسرش به صنف‌های ابتدایی می آمد. عاجزی زن از چشمش باعثی از طرف همصنفان طعنه شدن فرزند شده بود. مادرش فقط یک چشم دارد گویان بعضی همصنفان پس پترتش او را مسخره میکردند. این بود که روز از روز، ماه از ماه، سال از سال در دل فرزند حسی نفرت به مادر پیدا میشد. و چخیل با یک چشم در مکتب کار میکند، زمین نمیکفد که من درایم، میگفت فرزند. روزی در خانه فرزند به مادرش تاکید کرده گفت که از آن که رفیقانم یک عمر مرا طعنه کنند، از خانه برآمده رفتنت بهتر است تا اینکه افتت را نبینم عجوزه. مادر خاموش بود. فرزند هیچ از اسب جهل نمی فرامد. اعتنایی هم نداشت که مادر چی میگوید. او دیگر با مادر زیستن نمیخواست. مکتب را تمام کرد، به مکتب عالی داخل شد. مکتب عالی را هم تمام کرد، عائله دار شد. از یک گوشه دیگری شهر خانه خرید، صاحب چند فرزند شد و گویا حیاتی با سعادت میدید. اما شعله مهر مادری در دل زن علنگه میزد که بار فرزندش را ببیند. از همان دوره سالهای دانشجوییش چند سال گذشته بود و شبها به خاطر جگرمندش آب دیده میریخت. نبیرگانش را دیدن میخواست. روزی زن طاقت را از دست داده خانه فرزندش را سوراخ کرده برای دیدار بینی نبیرگانش آمد. وقتی که از در آمد، همه او را با خنده و استهزا پیشواز گرفتند. فرزندی به شرم و به شفقتش بر سرش داد زد که تو را به اینجا کی دعوت کرد که به اجازت من به خانه درآیی و فرزندانم را تلخ کف کنی؟ خودی حاضر برآمده رو. مادر آهسته در را پوشیده عذر میخواهم، هزار بخشش، من سراغه را خطا کردم گویان از نظرها پنهان شد. بعد از چند مدت برای واخوری سابق همصنفان و پدر و مادران از مکتب به خانه آنها دعوتنامه می آید. فرزند به آن واخوری خود نرفته همسرش را میفرستد. بعد از چند مدت دیگر تصادفاً فرزند از آن کوچه میگذشت که یک زمان با مادرش اقامت داشت. همسایه سالهای بچگیش او را شناخته به دستش مکتوب داد و گفت که مادرت چند مدت پیش وفات کرد، اهل همسایگان او را دفن کردند. فرزند حتی اشک هم نریخت، چون مکتوب را کشاد. مضمونش چنین بود: فرزند عزیزم، من یک عمر به خاطر تو زندگی کردم. مرا میبخشی که به خانه‌ات به اجازت در آمدم و فرزندان خود را تو را ترسانیدم. فهمیدم که تو به واخوری همصنفان می آیی. نهایت خرسند شدم، اما افسوس که از بستر بیماری مدار خیستن ندارم و روی زیبای تو را بار دیگر نخواهم دید. از تو هزار عذر میخواهم که یک عمر باعث آزرده خاطری تو شدم. اما پسر جانم، میدانی زمانی کودکیت بار سخت ضرب خوردی و یک چشمت نابینا شده بود. همچون مادر من نمیتوانستم به این حادثه بی‌پروا نگرم و من یک چشم را به تو بخشیدم. از این چنان افتخار میکردم، چنان خرسند بودم که فرزند یگانه هم
دنیا را باز با چشم روشن می‌بیند. با محبت بی پایان مادری تو